دوام سال روان این مراتبه سیوم است که با سبب برفریزی شدید و پای در پای فرآمدن ترماها در اساس مقررات فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت حرکت همه نمادی واسطه‌های نقلیات در قطعه‌های علاهده راهی ماشینگرد دوشنبه چناق موقتا منع کرده می‌شود. یادآور می‌شویم که 20 ینور و 6 فوریه سال روان نیز بنابر زیاد گردیدن خوف ترمافرایی حرکت همه واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا باز داشته شده بود. اما در زمینه فعالیت پرثمر صرف نظر از برفریزی زیاد و ترمافرایی، کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتید راو سولوشنز التدی در مدت کوتاه ترماها را برطرف، راه را از برف تازه و آن را با مواد ضد لغزش کارکرد کردند. در این زمینه روزهای 21 و 22 ینور سال روان در این مسیر کارمندان شرکت مذکور 33 ترمه خرد و بزرگ را برطرف کردند. 6 فوریه راه همگی تا نصف روزی بسته شد و بعد از برطرف نمودن 56 ترمه کلان حجم حرکت بی خطر اتومبیل‌ها امکان پذیر گردید. بارشات شبانه روز اخیر نیز باعث موقتا منع شدن حرکت همه نماد واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق به سمت خوجند و از کیلومتر 81 جانب دوشنبه گردید و صرف نظر از حالت پیش آمده با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های پر اقتدار راه از برف تازه و با مواد ضد لغزش کارکرد کرده می شود. همچنین تاکید کرده شد که بارش برف و خوف ترمافرایی اساساً در کیلومتر 48-81 راه مذکور بیشتر است. شاهدان حال میگویند در همه قطعه‌های راه دوشنبه چناق برف بسیار بوده، در بعضی مواضع بلندی آن به 1 متر میرسد. در رابطه با این از رانندگان دعوت به عمل آورده می شود که تصمیم شرکت را که از فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت منشأ گرفته است درک کنند، زیرا در حالت ضروری محدود کردن حرکت در نوبت اول به بی‌خطری رانندگان و مسافران ربط دارد. مسئولان شرکت سهامی اینوویتید راو سولوشنز التدی میگویند ما تمام کوشش‌ها را به خرج خواهیم داد تا رفت آمد بی‌مانع و منظم شهروندان طریق راه اتومبیلگرد مورد نظر تأمین باشد، ولی در صورت جدی و بی‌ایست بودن خوف ترمافرایی ما به هیچ وجه هوسمند نیستیم که هموطنان ما به سفر برآیند، زیرا حفظ حیات آنها برایمان از دیگر عامل‌ها بالاتر و اولاتر است. در رابطه با این از شهروندان دعوت به عمل آورده می شود که مقررات مذکور را مد نظر داشته باشند. طبق اطلاع مسئولان شرکت سهامی اینوویتیو راو سولوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان در کوتاه‌ترین فرصت راه از برف و ترمه تازه و در این مسیر حرکت همه نماد واسطه‌های نقلیات تامین کرده می شود.